10 کلید میانبر کاربردی در نرم افزار اکسل که هم صرفه‌جویی میکنه توی زمانت، هم سرعت کارتو بالا میبره. مورد اول، زمانی که روی یک سلول قرار گرفتی، اگر کنترل و فلش به سمت پایین رو بزنی میره انتهای کار. همچنین اگر کنترل شیفت فلش به سمت پایین رو بزنی، اطلاعات یک ناحیه رو میتونی سلکت بکنی. میتونی ترکیبش بکنی با کنترل شیفت فلش به سمت راست یا چپ. اگه بخوای کل اطلاعات یک ردیف رو انتخاب بکنی، شیفت و اسپیس رو بزن. همچنین اگر میخوای کل اطلاعات یک ستون رو انتخاب بکنی، کنترل اسپیس رو بزن. اگه میخوای یک ردیف رو کامل حذف بکنی، کنترل کلید منفی رو بزن. اینجا ازت میپرسه که چجوری حذفش بکنه. همچنین اگه میخوای یک ردیف جدید رو اضافه کنی، کنترل علامت به اضافه رو بزن. یه باکسی برات باز میشه که میخواد یک ردیف جدید رو اینسرت بکنه. اگر جای یک فرمولی نوشته بودی و میخوای این فرمول رو انتقال بدی به سمت پایین، میتونی از کلید میانبر کنترل دی استفاده کنی که اون فرمول رو عیناً به سمت پایین حرکت میده. و اگر بخوای از سمت چپش اطلاعات رو دریافت بکنه، کنترل آر رو بزن. اینطوری عیناً از سمت چپ اطلاعات رو انتقال میده. برای راحتی در محاسبات میتونی از کلید میانبر کنترل تی استفاده کنی و ناحیه خودت رو تیبل بکنی. اینجا میتونی تنظیمش بکنی. مثلا من میگم از B2 تا مثلا H280 رو در بر بگیر. این ناحیه برای من تیبل میشه و کار کردن باهاش راحت تره. برای اینکه جمع مقدار یک ستون رو به دست بیاری، انتهای کار قرار بگیر، آلت و مساوی رو بزن. اینجوری خودش تابع سام رو فراخوانی میکنه. اینتر رو بزنید، جمع کل ستون رو برای شما به دست میاره. زمانی که مقدار عوض بشه میبینید که خیلی راحت جمع رو برای شما محاسبه میکنه. برای اینکه فرمول های خودت رو بتونی مطلق بکنی، نیاز نیست که مستقیم علامت دلار رو بزنی. روی آدرس سلول کلیک بکن، F4 رو بزن. اینجوری میتونی حالت های مختلف دلار رو در تصویر مشاهده کنی. اگر میخوای یک فرایند رو به سمت قبل برگردونی، کنترل Z رو بزن. اینطوری میتونی حالت های قبل رو مشاهده بکنی. اگه بخوای داخل یک سلول لینکی رو ایجاد بکنی، کنترل K رو بزن. اینطوری یک صفحه باز میشه. شما میتونید هم به سایت های مختلف هم به فایل های مختلف لینک بزنید. لایک و سابسکرایب یادت نره.